خانواده هایی که نگران عاقبت به خیری هستن. امام صادق یکی از اصحابشون فرمودن انا نأمر الصبیان، خیلی لطیفه، انا نأمر الصبیان به تسبیح فاطمه الزهرا کما نأمرهم بالصلاة. ما به بچه هامون میگیم تسبیح زهرا رو بگن همونطوری که بهشون میگیم نماز بخونیم. چطور بچه ها رو تشویق به نماز میکنیم همونطور مثل نماز تشویق به تسبیحات از زهرا. بس که مهم و حیاتی. فلزمه، بعد حضرت به این صحابیش فرمودن ملازم با تسبیح باش، فانه لم یلزمه عبد، امکان نداره کسی الله اکبر الله اکبر. خواهش میکنم عزیزان این رو عنایت کنن، این رو به عنوان یک کلیپ منتشر بکنن به همه عالم، ثواب شما هم در این ثواب شریک بشید. امام صادق، یه بار دیگه میگم، هم مرحوم کلینی، هم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی، امام صادق فرمود به بچه هامون ما همونطوری که نماز خوندن رو بهشون میگیم نماز بخونید، همونجور میگیم تسبیح زهرا رو بگین. لم یلزمه عبد، هر که نگران عاقبتشه، حضرت اگر کسی ملازم با تسبیحات زهرا باشه امکان نداره که عاقبت به شر بشه. حتما کسی که مقید به تسبیحات از زهرا بعد از هر نمازی باشه حتما عاقبت به خیر میشه. ذیل این آیه واذکروا الله ذکرا کثیرا در معانی الاخبار شیخ صدوق از امام صادق سوال کردن ذکر کثیر چیه؟ ذکر کثیر زیاد چی بگیم میشه ذکر کثیر؟ فرمود من سبح تسبیح، هر که تسبیح از زهرا بگه این مثل ذکر کثیر گفته باشه. باز روایت آخر این حدیث رو فراوان شنید در کافی امام صادق، تسبیح و فاطمه الزهرا، فرمود تسبیح زهرا بعد از هر نماز احب الیه، پیش من محبوب تر است از 1000 رکعت نماز. 1000 رکعت نماز بخونم یا تسبیح زهرا، تسبیحات برای من محبوب تر از 1000 رکعت نماز هست. هر کدومشون کلی واقعا من به نظرم اگر کسی این روایت رو بشنوه و باز یه نماز بخونه، چه نماز واجب چه مستحب، تسبیح نگه، خیلی حتی بالاتر من میگم. میدونید تسبیح زهرا سلام الله علیها نه تنها در نماز، در غیر نماز هم مستحب. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله علیه از علمای بزرگ در ردیف مراجع بودن در اصفهان. عزیزان یادشون باشه هر کس به ایشون مراجعه میکرد مشکلی داشت، آیت الله حاج آقا رحیم ارباب هر کس به ایشون مراجعه میکرد دستور میخواست مشکلی داشت میفرمود تسبیحات از زهرا سلام الله علیها. چه آثاری داره نمیدونم، چه بالاخره خود از زهرا تمامش برکات دیگه، خود از زهرا تمام زندگیش برکاته. تسبیحاتی هم که پیامبر بعد از زهرا یاد بدن معلومه تمامش برکاته.